بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین تاریوردی هستم. امروز قصد دارم گوشه‌هایی از آموزش شنای کرال سینه رو به شما نشون بدم. البته به خاطر اینکه با گوشی موبایل فیلم برداری می‌کنیم و حجمش کمه، به صورت خلاصه‌وار فقط نمایشی به شما نشون میدم. با ما همراه باشید. ملاک آموزش ما بچه‌های 7 ساله است. قبل از 7 سال یه سری کارهای دیگه باید انجام داد، مثل بازی کردن با بچه‌ها تا عادت کنن به سطح آب و از نظر بدنی هم می‌ذاره آماده تر بشن. اما بچه‌های 7 ساله رو ما از فلوت‌ها شروع می‌کنیم با آموزش لاک پشت و ستاره. ابتدا ستاره می‌گیم دست‌ها به صورت ضرب‌در به این حالت باز بشه، هوا رو توی ریه‌ها پر کرده و روی سطح آب می‌خوره. بعد از این عمل لاک پشته که قصدمون از این کار اینه که ترس هنرجو بریزه و پاشو از روی سطح آب برداره. بعد از اینکه روی این دو کار مسلط شد، باید یاد بگیره که استارت و یا شروع اولیه رو داخل آب یاد بگیره. در ابتدا ما با شیرجه زدن کاری نداریم، فقط سر خوردن رو یاد میگیریم. به این صورت که پاشنه پا زیر باسن چسبیده، دست روی هم یا در کنار هم، بازوها میاد گوشها رو میگیره. از کمر خم میشیم، صورت رو بعد از اینکه خوابوندیم داخل آب، بعداً پا رو فشار میدیم. در ابتدا هم میتونی با یه پا فشار بدی، هم با دو پا. بستگی به این داره که هنرجو چقدر آمادگی این کار رو داشته باشه. ابتدا با یه پا فشار میدم، بعد یک سری دوم میام با دو پا فشار میدم. به این صورت سر نباید از لای دستا بیاد. حالا این سری با دو پا این کار رو انجام میدم، سرعتش بیشتره. بعد از اینکه تونست دو تا خط رو با سر خوردن طی بکنه، بلافاصله میایم سر وقت پای کرال سینه. در مورد پای کرال سینه 3-4 تا مطلب هست که باید رعایت بشه. یکی این که پاشنه پا به ساق پا نزدیک شده، پنجه پا دور بشه به این حالت. دو، در مقدماتی زانو خم نمیشه. زانو این یه چوب خشکه و ضربه‌ای که زده میشه از رون پاست. به چه مقدار؟ به اندازه یه بند انگشت 2 تا رون باید همدیگه رو رد کنن که وقتی به ساق پا و مچ پا میرسه به اندازه یه ساعد میشه. مجید جان فقط میگیرید به این حالت. ببینید دقت کنید، پنجه پا صاف و کشیده، زانوها خم نمیشه، رون پا بالا پایین میشه. این تمرین رو باید روی خشکی انجام بدن که پاهاشون کاملا آماده بشه. بعد از این تمرین هنرجو رو میاریم به سطح آب نزدیکش میکنیم، پاها رو داخل آب قرار میده. وقتی پا میزنه این دامنه حرکت از اینجا مثل زیر آب میره، آب میپاشه بالا. بعد از این حرکت هنرجو میاد دیواره استخر رو میگیره، یه پا جلوی پا عقب، سر داخل آب، پاشو پرت میکنه روی سطح آب، شروع میکنه به زدن پای کرال سینه.
تو مراحل قبلی تمرین چون پاشو میدید زانوشو خم نمیکرد، ولی تو این مرحله امکان داره خم بکنه. شما باید بهش مدام گوشزد کنید که تمام تمرکزش روی زانوهاش باشه. بیزو. بعد از این تمرین ما برای اینکه بخوایم پاهاشو به صورت غیر ارادی در بیاریم تا بتونیم که دست کرال سینه رو وقتی بهش میگیم پاهاش خراب نشه، میایم این تمرین رو انجام میدیم که بهش میگن هواگیری با پای کرال. دستا جلو، شونه ها داخل آب خوابیده، به هیچ وجه شونه ها از آب خارج نشه. پاها روی زمین، سر بالا، دهان کاملا باز شده، از راه دهان هوا رو گرفته. تو این تمرین نفس عمیق هوا رو گرفته داخل آب فوت میکنه و میاد بالا، دوباره هواگیری میکنه. فعلا پا نمیزنیم تو فقط با نحوه تخلیه هوا داخل آب آشنا بشه. کل هوایی رو که میگیره هنرجو باید داخل آب تخلیه بکنه از راه بینی و دهان با هم یا از یک کدومشون. اگر بینی خالی بکنه خیلی بهتره. بعد از اینکه کاملا مسلط شد روی این تمرین، میایم پای کرال سینه رو به این اضافه میکنیم. هنرجو زمانی که بتونه 3 بار با پای کرال سینه هواگیری کنه و پاش قطع نشه، یعنی اینکه پاش آمادگی اینو پیدا کرده که بهش دست کرال سینه رو آموزش بده. مواردی که باید توی این تمرین به هنرجو گوشزد بشه اینه که بدن انو علاکلنگ میمونه. اگر هر طرف بدن زیادتر از اون حد مجاز از آب خارج بشه، طرف دیگه میره زیر آب و بالا آوردن مجددش خیلی کار سختی میشه. چجوری؟ عرض کردم شونه ها نباید از آب خارج بشه، سر فقط به اندازه گرفتن یک دم بیرون از آب میمونه و پا زمانی که هوا میگیری میبایست مقدماتی قوی تر زده بشه تا پایین نره. حالا بعد از این تمرین همین تمرین رو با تخت شنا انجام میدیم. اینجا چون دیواره به دیوار فشار میدیم هیچ اتفاق خاصی نمیفته، اما اگه با تخت شنا رو به پایین فشار بدی این تمرین عملا غیر ممکنه. یا بغل دیوار من میرم که قشنگ بتونیم هوا مخصوصا سرمون به هوا بگیریم. مجددا این تمرین تکرار میکنم. این تمرین خیلی مهمه، منتها به دلیل کم بودن وقت بلافاصله میرم سر وقت دست کرال سینه. برای آموزش دست کرال سینه ما از ابتدا نمیایم تکنیک‌ها رو توی دست کرال سینه لحاظ کنیم، یعنی کشش فشار و این چیزا رو لحاظ نمی‌کنیم. فقط میخوایم یه دست ساده کرال سینه رو به هنرجو آموزش بدیم. اولین مطلب اینه که دست انگشتا بغل هم، نه به هم خیلی فشارش میدیم نه باز باشه. مچ دست باید شل باشه، چون اگر سفت باشه مچ دست تا این بالای کتف سفت میشه، موقعی که میخوایم هواگیری کنیم این امکان وجود نداره.
از هنرجو میخوان توی همچین شرایطی قرار بگیره، دست رو با 3 مرحله انجام بده. اندازه یه وجب زیر بدن آب رو بکشه به سمت عقب. 1. وقتی دستش خورد به مایوش آرنج رو خم میکنه، دست رو از آب خارج میکنه. 2. در این حالت سوم دست از بالای سر 2 وجب جلوی سر داخل آب فرود میاد، 1 وجب داخل آب سر میخوره. 3. 1 2 3. هر دستی که میزنه کتف اون دست باید بره عقب و کتف دست مخالف بیاد پایین. دقت بفرمایید. 1. وقتی رسید اینجا این کتف میره عقب. 2 3. 1 2 3. فقط کتف میچرخه، سر باهاش نمیچرخه. 1 2 3. 1 2 3. یه مقدار دست کرال سینه خیلی با این متفاوته، ولی خب ما چون وقت نداریم فقط سعی کردیم یه چیز ساده از دست کرال سینه رو یاد بدیم. حتی میتونیم از هنرجوهایی که خیلی سنشون کمتره بخوایم که دست کاملا به صورت دایره وار، یعنی یه دایره و یه دایره بزنیم که زیاد براش سخت نباشه. مهم اینه که دست از داخل آب تا آخر، یعنی کشش فشار رو تا مایو حتما انجام. دیریل‌های مختلفی وجود داره برای اینکه قبل از اینکه شروع کنه هنرجو به شنا کردن با دست آشنا بشه. مثلا روی دیواره استخر بخوابه، فقط یه دست رو بزنه. بذار من خودم نشون بدم این حرکت ها. مثلا روی دیواره استخر بخوابه، فقط با یه دست با نحوه کشیدن آب آشنا بشه. 1 دست از آب خارج بشه. 2 از بالای سر. 3 1 2 3. بعد دست مخالف. اما تمرین داخل آبش به این حالتی که هواگیری رو انجام میداد، وای میسته پاهاش روی زمین، یه نفس عمیق میگیره، سر رو میکنه داخل آب، 6 تا دونه دست با یه نفس میزنه، سرش از آب بیرون نمیره. اگه نفسش کم بود 4 دست هم میشه، ولی کمتر نه. باید هنرجو کاملا مربی مسلط باشه. چهار. یه بار دیگه دقت کنید، اگه از بغل بگید از همونجا بگید. چهار دسته کرالسی. وقتی مربی احساس کرد که این دستا به اندازه آماده است که میتونه با پا بزنه، شروع میکنه میگه سر بخوره، 2 تا خط که رد شد شروع کنه به پا زدن. بعد از پای کرال سینه یه دست، پای کرال سینه یه دست دیگه، به صورت رکاب دوچرخه فعلا نمیخواد. یه بار من این تمرین رو برم. بعد از اینکه مربی احساس کرد دست و پای کرال سینه بدون هیچ مشکلی داره زده میشه، میایم چیکار میکنیم؟ هواگیری رو به هنرجو یاد میدیم. از هنرجو میخوایم دست پشت کمر بگیره، پاها به اندازه 2 برابر عرضشون باز، پاسن عقب، صورت رو میکنه داخل آب. از بغل همون هواگیری که با پای کرال انجام میدادیم، منتها اینجا دیگه به نفس عمیق احتیاج نداریم. یعنی چی؟
یعنی شما نفسی که میگیری باید به اندازه‌ای باشه که سرت 1 ثانیه 2 ثانیه بیشتر داخل آب نمیخواد بمونه. این خشکی باید هواگیری کنید تا دچار خستگی نشید. به قول معروف صدای نفس کشیدن تو خودت هم نباید بشنوی. یه ذره نزدیک شو اگه ممکنه آقای ترابی. نکته قابل عرض اینه که موقع هواگیری حتما باید یه گوش داخل آب بمونه. دقت کنیم به این صورت. اگه دهان کامل باز نکنید موقع هواگیری ناخودآگاه از بینیتون استفاده میکنید و آبی که داخل مجاری بینیتونه داخل حلقتون. بعد از آموزش حتما در نظر داشته باشید وقتی این آموزش رو با دست کرالسینه تلفیق میکنید سرعت شناتون باید با سرعت تمرینتون یکی باشه. یعنی اگه اینجا اسلو موشن تمرین بکنید بعد تو شنا بخواید تند دست بزنید هوایی که میگیرید زیادتره و تمرینتون درست پیش نمیره. پس سعی کنید سرعت شنا با سرعت تمرینتون یکی باشه. حالا اینو میخوایم با دست اضافه بکنیم. حالا یا چپ یا راست هر نفری هیچ فرقی هم نمیکنه. گردنش به یه سمت راحت‌تر میچرخه. اونو از خود فرد میپرسیم، خودمونم یه نگاهی میکنیم ببینیم کدومه اونو انتخاب میکنیم. حالا من از سمت چپ رو به شما نشون میدم. موقعی که دست جلوی سرم داخل آبه. وقتی هوا تخلیه شده نیاز به هواگیری داری بلافاصله بعد از حرکت دست سر انگار یه چرخنده روی سرشونه است، یه چرخنده روی گردن. این دوتا با هم دیگه درگیره. میچرخه و سر رو میچرخونه. زمانی که دست به این حالت در اومد شما باید هواگیری رو کامل انجام داده باشید. به این صورت. هواگیری. اینجا دیگه هواگیری تمومه. صورت برمیگرده داخل آب، دست میره جلو. توجه داشته باشید تو آموزشی که دارید میدید به بچه در ابتدا میخواین هواگیری رو براش جا بندازید حتما دست مخالف باید جلو بمونه چون اگه این کارو نکنه زمانی واسه تخلیه هوا وجود نداره. من یه مورد اشتباهش نشونتون میدم. هواگیری کرده این دست اومده اینجا معلومه این دست اومده اینجا هوا رو که گرفتی اینو میذاره تو آب فرصتی واسه تخلیه هوا وجود نداره. بلافاصله نوبت دست هواگیری میشه. پس اینو در نظر داشته باشید. بعدها میتونه خود هنرجو اینو تو بدنش جا بندازه که با مقدار کمتر هوا گرفتن اون دست یه مقدار زودتر حرکت بده. به صورت آموزشی نشون میدم اینو. اینو کم با مرور و تکرار میتونه خیلی نرمتر و قشنگتر انجام بده. حالا یه دونه شنای کرالسینه کامل نشون میدم. توجه داشته باشید این چیزیه که میتونه در انتها بهش برسه. امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره.
هرچند که میدونم کم و کاستی های زیادی داره، وقت نداشتیم، گوشی موبایل داره فیلم برداری میکنه. از همکارم آقای ترابی خیلی تشکر میکنم، منو یاری کرد تو این کار. امیدوارم که یادگاری خوبی باشه، چون من تا 15 روز دیگه دارم از ایران میرم دیگه. ببخشید. خداحافظ.